زمینه ازدواج فراهم است، یعنی مثل آیه گذشته میشه و ادامه اون بحث است. وقتی زمینه ازدواج فراهم است نمیذاری که ازدواج کنه. بعضی پدرها هستن سختگیرند، نمیگذارن دختر ازدواج بکنه، آخر این دختر را داره مجبور میکنه به راه خلاف کشوندن. اون دختر میخواد چی؟ پاک دامنی را میخواد با این شوهر ازدواج کنه، میخواد که بالاخره شوهری که مناسبش آمده، پول داشته نباشه داشته نباشه، میگه من باش زندگی میکنم، انسان هست، خانواده هست. دین دارد، میگه وقتی که اینها را دارد دختر راضیه، پدر راضی نیست. پدر که راضی نیست و سختگیری های بیجا میکنه، تعصبات جاهلیت خودش را به خرج میده، این پدر خبر نداره که کم کم این دختر بیچاره را به سمت فساد داره مجبورش میکنه. چرا؟ چون که بالاخره این فردا به بیراه کشیده میشه. وقتی که نگذارد که شوهر مطلوب خودش را انتخاب بکند. بعضی این تفسیر را کردند چون اونها میخوان پاکیزگی زندگی کنند، نکاح کنند، شما نمیگذارید. عیناً همین مسئله در بعضی از اشراف که بنده عرض کردم، اونا خودشون را اشراف میدانند، اونا خودشون را اصیل میدانند، دارای اصالت میدانند، اما دخترانشون را به بعضی ها نمیدن. یک خواستگار مناسب میره، خواستگار دیندار میره، اصلا راضی نمیشوند. لذا بعضی اینقدر تعصب دارند که فکر میکنند دیگه باید، اگر مثل خود ما آمد نیامد، این دختر باید پیر بشه. لذا الله میفرماید مجبورشون نکنید، مجبورشون نکنید بر زنا، بر کار نامشروع. و هر کسی این کار را بکند فردا باید مؤاخذه بشه، جواب خدا را بده.